نام من محمود ولد نوروز خان. مولای نعمت الله ما را همراه خود برد به پاکستان. در شمشتوی پاکستان یک مدرسه بود به نام مدرسه فیض المدارس. بعد از یک نیم سال مولای نعمت الله خود به داخل افغانستان رفت و ما را به مولای فیض الله سپرد. مولای فیض الله با وجودی که یک استاد مدرسه بود و عضو شبکه حقانی هم بود، مرا دعوت داد که خود را باید فدایی کنی. ما گفتم سعی ما فدایی میکنم. از وجه دیگر کس آمد مرا در موتور خود نشستند و داخل او مرکز برد و در اون مرکز درس پیکا، راکت، کلاشینکوف و این چیزا داده میشد و درس واسکت هم داده میشد، مواد انفجاری چیزا درسی داده میشد. 20 روز در جماعت تعلیم کردم، این درس برای ما داده شد. بعد از 3 ماه باز مرا به تورخم آورد، سر ریش مرا جور کرد در تورخم خدمت مولای فیض الله و کرایه هم برام داد مولای فیض الله و گفت که یک نمبر هم برام داد، گفت در کابل رسیدی این نمبر به این نمبر تلفن کن پشت تو میاد ترا میبرم. ما گفتم سعی ما آمدم در کابل تلفن کردم به نمبر، یک ساعت بعد او نفر آمد پشت ما، او کس مرا برد بعد در یک جای حوزه 8 پلیس مرا برد. در حوزه 8 پلیس مرا برد گرداند، گفت اینجا پلیسا زیاد است، خیلی معاش امریکایی هم میگیره، زیر بیرق امریکایی کار میکنه، تو باید سری از اینا فدایی کنی، خیلی کار خوب برات برابر شده. این مرد که مرا موتور خود نشستند، آمدیم در این بایک برای ما سپرد. در بایک مواد انفجاری است، ما اسکت و نیست، گفت طرز بایک جور شده که مردم سر ازش شک نمیکنه، ولی خاطر بایک جور شده است و تو باید بایک بگیری. وقتی بایک گفت میگیری در اوجا برس ایرا کشک و انفجار میکنه، داخل حوزه پلیس شده ایرا کشک انفجار میکنه. ما گفتم سیسا